عزیز به چینل خودتان خوش آمدین. امروز میخوایم یک کیک جواری آماده بسازیم. 2 دانه تخم مرغ داریم. 2 تا تخم مرغ ما را هم میزنیم این شکل که میبینید دوستان. همه قسم که میبینید تخم مرغ ما آماده است. شیر اضافه میکنیم. حالا نوبت روغن است. همشه مخلوط میکنیم. در کیک کمی هم ایل داریم. به این شکل که میبینیم همشه خوب مخلوط میکنیم. ببینید آماده شد. حالا نوبت 1 گیلاس پیره است. اگر دوست دارین شیرینی زیاد باشه میتونین اضافه کنید. حالا نوبت آب جواری ما شد. سه گیلاس آب داریم آب جواری. به این شکل که میبینید همشه مخلوط میکنیم آهسته آهسته. حالا آرد گندم ما رو اضافه میکنیم. ببینید 1.5 گیلاس آرد اضافه کردیم. دوستان عزیز ما به حمایت شما ضرورت داریم، نیاز داریم. ما را لطفاً حمایت کنین و سابسکرایب، کامنت و لایک یادتان نره. حتما ازتان خوش میشیم دوستان ما را حمایت کنین. دوستان مواد کیک ما آماده شده. همین قسم که میبینید دوستان عزیز کیک ما آماده است. حالا در قالب انداختیمش در دمای 180 درجه میمونیمش برای 30 دقیقه پخته شود. دوستان کیک ما آماده شده. اون میریم طرف سرو کردنش.